چراغی در دل تاریکی. در روستایی کوچک پسری به نام یوسف زندگی می کرد. او فقیر بود اما قلبی روشن داشت. هر شب بعد از نماز شام کنار پنجره کوچک خانه گلیشان می نشست و به آسمان نگاه می کرد. مادرش همیشه می گفت: پسرم، اگر دلت تاریک شد، ذکر خدا چراغ آن است. یک شب زمستانی طوفان شدیدی آمد. برق روستا قطع شد و همه جا در تاریکی فرو رفت. مردم ترسیده بودند. در آن تاریکی صدای گریه کودکی از خانه همسایه بلند شد. یوسف بدون فکر کردن شال کهنش را برداشت و از خانه بیرون رفت. مادرش گفت: پسرم، هوا خطرناک است. اما یوسف پاسخ داد: مادر، شاید خدا مرا برای روشن کردن دلی فرستاده باشد. او به خانه همسایه رسید، دید که پیرمردی بیمار افتاده و نوه‌اش از ترس گریه می کند. یوسف تنها چیزی که داشت یک چراغ نفتی کوچک بود. آن را روشن کرد و کنار پیرمرد نشست. شروع کرد آرام آرام آیه‌هایی از قرآن خواندن. صدایش گرم و آرام بود. کم کم کودک آرام شد. پیرمرد چشم باز کرد و لبخند زد. صبح روز بعد وقتی خورشید طلوع کرد، مردم روستا فهمیدند که در تاریک ترین شب سال تنها نوری که روشن مانده بود چراغ کوچک یوسف بوده است. پیرمرد دست یوسف را گرفت و گفت: پسرم، تو فقط این خانه را روشن نکردی، دلهای ما را هم روشن کردی. یوسف لبخند زد و گفت: من کاری نکردم. مادرم گفت اگر دلت تاریک شد، خدا را صدا بزن. من فقط همان را به دیگران دادم. آن روز مردم روستا فهمیدند که نور واقعی نه در چراغ‌ها بلکه در دل‌هایی است که با ایمان روشن می‌شوند.